کثیفه لحیه خفیفه چیست؟ یعنی چطور بفهمیم که ریش زیاد است کم کم و زیاد از کجا بفهمیم؟ یا قاعده کلیش چیست؟ یا قاعده را بگو که ما با مو قاعده هر کس برابر کنیم، بگیم ریش زیاد است و ریش کم جداش کنیم. نه نمیشه کسایی باشه ریشاش هم با کسایی ریشاش هیچ قسم فرقش کنیم. میگه علما اختلاف کردن. بعضیا گفتن مرجع در اینجا عرف است. عرف مردم چی میگه؟ عرف مردم اگه گفت ریش زیاد است نه زیاد، فما عدا الناس كثيرا فهو كثير. هر چیزی را که مردم گفت ریشش انبو است انبو و ما عدو خفیفا اون را گفتن خفیف ای خفیفه. و بعضیا گفتن نه ما وصل ما الى تحت بمشقه فوق، اگه آب با مشقت در زیر تیر کردی ای خفیف است ای کثیف است، یعنی انبو است با مشقت. و ما کان وصول ما الى تحته بغیر مشقت فوق، اگه در زیر آب انداختی بغیر مشقت آمد بازی خفیف میشه. ما که فکر میکنم از ما مموت میه والله اعلم. وقیل گفتم ما ستر البشرة الناظر فهو کثیف، ما ستر البشرة آنچه که میپوشانه پوست پیشتر، یعنی ناظری کسی که سعی میکنه پوست نمیبینه فهو کثیف انبو هست. مثلا ما از اون جمله هستم نه پوست دیده نمیشه. و ما لا فهو خفیف، اینا اگه ما ریش نمیداشتم چه قسم مثال میدادم؟ یکم تا محدثین ریشش کل است خوانده میره. و ما لا فهو خفیف میگه آنچه که دور معلوم نشد پوستش ای خفیف است. و هذا احسنها، این احسنش امیس امام نووی میگه که پس ریشی از آدم هم دیگه دو میاو هم میاینه اون هم میاو جوانم اینی جوان ما که جوان است در جمله چیز میایینه و جوانا کلشان. پس از دور که است پوست معلوم نمیشه و نمیشه در انبوه داخل میشه. بعضی وقت خلال کنیم آب بعضی وقت نه. شیخ ابن عثیمین میگوید کیفیت تخلیلش چیست؟ چه قسم؟ میگه آیا در این بار حدیث آمده؟ شیخ ابن عثیمین میگه که دو صفت داره می خلال کردن. اولشی که یک کف آب بگیره و یک جلو در زیرش پرته، همین بسیار مرام خوشم میاد تو بزنی بخید آب دیگه دمی کل پوست میره. و یاری که حتی تخلبی میگه باز علاج کنه تا اینکه خلال شد، یعنی یک ذره دستش دیگه تو کنه. دو میز که ایا خود کف من ما یک کف آب میگیره و یخلو به اصابی کلمه، میگه ای تو کف آب دست خود آب میزنه بازی تو میکنه کلمشتی مثل که چی میکنی؟ شانه میکنی، شانه اینطور میکنه. این قسم شانه را از زیر میشه شانه کنی. خب شما خود از هر شانه میکنی میشه که از زیر شانه کنی، اگم تا از زیر شانه میکنی. شرح ممتعی را گفته. هر دوی صحیح وقد ورد احادیث فی کیفیت تخلیل، لكن لیس احادیث آمده در کیفیتش یک کدام صحیح نیست. و کدام از حدیث انس ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا توضا اخذ کف من ماء، وقتی که وضو میکرد یک کف آب میگرفت فادخل تحت حنکی در زیر زنق خطوره مینداخت فخلى بها لحيته، باز میگه خلال می ایتو مینداخت باز دستش میزد. رواه. و من حدیث ابن عمر کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این ابو داود نقل کرده اما ضعیفه، کان رسول الله اذا توضا وضو میکرد عرق بعض العراق، میگه یعنی ذراب میگه ثم شبك بعصا من تحتها، با یک دست خود تیر میکرد این قسم، یعنی آب تیر میکرد میگه این قسم کرد میتو میگه ایتو تیر میکرد اگم تو ایتو میکنه. رواه دارقطنی. خب امو به هر کدام شکل این آسان بو برتان، ما چی بگویم برتان دیگه خود ما همیشه میکنم، بعضی وقت میکنم ما بعضی وقت نمیکنم، راست همین کار عمل کردیم. حکم غسل المسترسل من اللحیه، او ریشایی که تو اویزان است، یکی خوریش هم بود نه یکی هم تو اویزان است. علما اختلاف کرده گیستند. قول اول انه واجب، ششتنش میگه واجب است، یکی ریشی است که تو هم بود یکی تو اویزان است نه کم کم دانه دانه است اویزان. قول اول میگه واجب است، اختیار شیخ ابن عثیمین است که واجب، من لان ما استرسل من اللحیه که دراز است تحصل به مواجهه واجب میشه. استرسل چی معنی؟ یعنی یکی خواب تو این تا اینجا دراز میشه نه از دیگه هم یکم تو بیخی دراز، یکم تو مثلا آب میپرتم مینی میشه و درازش میمانه نه چطور کنیم؟ میگه نه امورم میگه آب پرت خوب کلش ترک کلش امی ظاهرش کلش ترشه، یکم تا دیگه هم تو میکنه دست میزنه اینجاش تر شده ولی اینجاش خشک مانده نه بعضی وقت قریشش میباشه خشک مانده، به خاطر که در حدیث میه اگر که اختلاف است که ریشه هیچ غرض نگه از اول، هیچ از اول غرض نگه زیاد هم شد خیره و او زیاد نمیشه خب غرضش نگه. دیگران میگه که نه یک قبضه بگی از اما تو قبضه کن باز ببین که یک قبضه برابر شود کمی معلوم شود.
از اینطوری که زنق تا محکم بگیری باید بگین یک قبضه نه، بدون زنق ریش محکم بگیری. اگر که در زنق حدیث ضعیف و بعد می چی، شیخ البانی این را ترجیح داده که ریشه که اضافه است میگه گرفته شد. دیگران میگن نه، اکثریت محدثین میگن نه، دست نزنی گناهگار میشی. وقتا را شیخ ابن عثیمین آنچه که میگه استرسال است، یعنی دراز است ریش که مواجهه که روبرو میشی، اما ظاهرش بوده واجب است که بشوی. قول دوم لا یجب، واجب نیست. قالوا چرا؟ لان الله امر بغسل و الا امر کرده روی بشوی، محل فصل روی است و آنچه که در حدود روی است. ریش دراز خود میگه در حدود نمیاد. ولی ان النبی صلی الله علیه و آله اخذ کف من ماء و غسل وجهه، یک کفا بگیره روی خود شست و این قدر میگه کفایت نمیکنه که هم ریشای دراز هم چیز کنی. خب کدامش ترجیح؟ اما هذا القول، امی قول دوم میگه صحیحه. خب اگه کسی بکنه او کارم خیر، ولی او کسایی اگه میتور کرد یک کفا بیزنشمان خیره، گپی نیست. یعنی ما شما میگه موضوع از او صحیح است. اگر که ابن عثیمین او را ترجیح دادگیست، خب ببینم بازم در این بخش تحقیق زیاد میخواه کدامش عمل بکن. خب ما شما در بخش اخلال لحیه هم خواندیم. یک حدیث دیگه است عن عبدالله ابن یزید النبی صلی الله علیه و آله اتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، اخرج احمد و صحیح ابن خزیمه. خب چقدر مقدار یعنی انسان آب وضو کنه؟ ما شما خب بسیار اسراف میکنیم. چی مقدار باشه؟ پیامبر با چقدر مقدار وضو میکنه؟ همیام مهمه. به خاطر پیامبر کسی که فمن زاد زیاد بکنه سه بار فقط تعدى تجاوز کرد، ظلم و عصا، سه فتوا داد، تجاوز کرد، ظلم کرد، بد کار کرد، سه بار زیاد. یک حدیث صحیح است که عبدالله ابن زید میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله اتی بثلثی مد، یا آمد یا آورده شد برش دو حصه مد فجعل یدلک ذراعی، شروع شد که امید هر دو دستای خودم میمالید. ذراع یعنی دست تا اینجا تا اینجا میمالید. و سو ابن خزیمه، این حدیث امام احمد روایت کرده، ابن خزیمه میگه صحیح. ثلثی مد به ضم میم و حدش کیل شرعی، یک پیمانه است. مد یک پیمانی شرعی، یک رطل است و مد است و چند چیز است. و هی ملء کف الانسان المعتدل، یک انسانی معتدل باشه میگه یک کف آب ایتو که بگیره، اذا مال اردوش پر کنه و مد یده بهما، خوب پرش کنه. این مقاب است که پرش کنی، این مقاب پر کنی، این کتین قاب. مد که است ربع سا به اتفاق فقها، چهارم سه سا است. سا پیمانه را میگه، پیمانه اهل مدینه، چهارم حصه از او. خب پیمانه مدینه آل در بعضی چیزا گفته که 3 لیتر است یک پیمانه. چهارم حصه از او یعنی 3 لیتر، 3 لیتر 4 کو یعنی 1 لیتر 750 نه 750 چی میه از دیگه میلی میه نه میلی لیتر 750 میلی لیتر، 1 لیتر 25% دیگه شام کم 750 میلی لیتر. این یک مد است. اینال پیامبر صلی الله علیه و خب اگه این تو باشه ثلثی می دو ثلث مد، یعنی مد 3 حصه کو 2 حصهش، یعنی 2 حصهش که است یک کف بگیری، یک 2 دانه میشه. به این قاب میگه وضو میکرد که 75% ما شما 1 لیتر جدا کنیم و میدم آبا او را معلوم کنیم. دابی که معدنی است نه 1.5 لیتر است میکلانا نمیشه چیز کنین کم کنین، با از اون 25% دیگه شام کم کنین ببینین چقدر میشه. من فکر میکنم شاید همین خورترکانی شاید به مون برابر به همین آب معدنی خورد که است. آب معدنی خورد یا میای زن کلان است از این کده خورد، از این کده خورترکا، یعنی از یک هفته‌آور. خب من فکر میکنم که 3 دانه از رو پرتی، یعنی یک هفته‌آور یک حصهش، این هفته‌های عامی که ما استفاده میکنیم. یا پیامبر میراود فجعل یدلکو ایتو می مالید ذرایه. ما هو الدلق ما هو الغسل؟ دلق مالیدن و غسل چیز، ششتن و مالیدن چی فرق داره؟ دلق میگه امرار الید الغاسل علی العضو المغسول مع الماء فهو خاص بالاغسال، تیر کردن آبی که میشویه با مو عضوی که ششته میشه به امرار آب تیر کنی، یعنی بمالی. این خاص است به اعضایی که ششته میشه. غسل جریان آب اصاله، یعنی آب میپرتی الا میدی به اعضا. دل گیره میگه که تیرش میگه، تیری که میمالی. اگه آب مثلا در میزبستان ما شما ایتو پرتیم تیر نمیشه، اما ایتو که دست میزنیم آب در پوست داخل میشه، نه در داخل
تر میکنه. و علی هذا فالدلک غسل و زیاده. دلک ششتن هم میگه ولی زیادت از ششتن هم میشوی هم خوب داخل میکنی آب تا بین پوست. چرا؟ لان الغسل لا اشترط فی امرار الید علی الوضوء. غسل می شرط نشده دی تیر کردن دست دا عضو که دست دا عضو تیر کنی. در غسل کس امیتو کردی آب انداختی همو صحیح میشه، اما در دلک کس خوب چیز میکنی میمالی. ذکر مقداری که وضو میکرد به مسلم او چیز روایت شده که توضع به مد با یک مد وضو کرد، نه مثل که در حدیث انس آمد قال کان النبی صلی الله علیه و سلم یغتسل بسای، با یک سا یعنی 3 لیتر آب غسل میکرد. اونمو 2 دانه آب مدنی را پرتین شما با او غسل میکرد. اوه ما شما خب حساب سطل کوره حساب کنیم سیوم حسه سطل میشه سیوم مثلا ما شما چندین سطل آب میپرتیم نه هنوز هم میگیم پرتو واقعا در افغانستان گفتم بسیار اسراف است. در یماما خو رک علاقه 10 سطل 20 سطل آب میپرتم. خوشم میگم تو کار نکنید. اگر در دریا هستین خیر، ولی این که آب ذخیره آبای ذخیره بسیار میگه با یک سا وضو غسل میکرد. یکم تا میگه من میتونم الحمدلله، هو میگه هیچ امکان نداره و یتوضا بالمد، با یک مد وضو میکرد. مد گفتیم که 1 کف آب بود، نه 1 کف آب. 1 کف آب که پرتی چقدر کم است. مثلا کنین یکم دفعه در چیز که پرتین 1 کف آب نگذر بازی تو که بگیرین و چطور میشه. بعضی وقت مثلا ددان خودم میاد در بینیام دانه تو میکرد بینی را باز چیز میکرد. هم یک دان 3 دانه را هم ددان هم در بینی هم ددان هم 3 تا بعد از او روی چی میکرد میشه. ما کسی را دیدم عمل کرد. شما امیره تمرین کنین. تمرین که کنین تو میشه. یک در عجم الحمدلله زیاد رفتیم در اونجا یک افریقایی را دیدم اینا میتونه از می آبکای خورد آورد. او آبای خوردی کلان است نه. او را آورد نیم آب داشت نیم. کتم نیم آب شام آزان دادن این چی کرد وضو را شروع کرد. تو میگرفت دستای خودم 3 دفعه در دهنم در بینیم من ایران بودم چقدر برکت کردم. بعد در روی 3 دفعه دستا پایا هنوز یک ذره دیگه شم در سر بالا کرد. او ایران ماندم که چقدر این چی کمال داشت. تعجب کردم من. والا راستی من خودم بازم تمرین نکردم. ما چم نکردیم یادم نمانده که او یکم دفعه وارخطا سیاب وضوخانه دور است همه قاب وضو کنی که جماعت از پیشت نره و همی کار کرد. بسیار تعجب کردم. آفرین. ما گفتیم بسیار حدیث خوانده بوده قگپ میفهمنی. ما و شما اگه قاب بتیم میگه با $1 تنها استنجایش نمیشه. خودگه ایرابان می وضو کرد با مد. در حدیث انس آمده حدیث بخاری مسلم کان النبی صلی الله علیه و سلم یغتسل بالسا، با 1 سا 3 لیتر چی میکرد غسل میکرد. و یتوضا بالمد و با 1 مد آب که 1 لیتر هم کم است چی میکرد وضو میکرد. ورد ثلثی مد میگه 2 ثلث مد آمده یعنی مد 3 سکو 2 سش این مد که است یک قدر 3 سکو 1 سیزیر هم کم کو که تیقه وضو کده مثل که واضح اقل ما ورد انه توضا کمترین چیزی که مثلا وضو کده ایست که از 1 مد یعنی 1 سیدگی زیرم ای 3 سکو 1 سیدگی ایرم کم کنم و گپ اونم افریقایی ما فکر میکنم میشه یا شاید او دیگه هم کمتر بوده باشه. صنعانی میگه فثلثا مد و اقل ما ورده کمترین آن چیز که از پیامبر وارد شده که وضو کردگی سن کمترین آب می بوده. و اینطور میشه که میشه او که نبود 3 بار شرط نیست یعنی 1 بار کفایت میکنه. به 1 بار خب میشه و فرض پورم 2 بار میشه زیاد بود 2 بار میکاره بکن. و روایت انه توضا بثلث مد اوه میگه با ثلث مد یعنی هم 1 3 سکو 1 سش وضو ایتو میگه آمده. صنعانی میگه اما حدیث انه توضا بثلث مد فلا اصل له ایتو حدیث آمده اما او اصل نداره یعنی ثابت نیست که قواب 3 سکنیم و 1 سیزی ای خوبی خیلی که این میگه نامد. و ورده فی نصف مد نصف مد آمده حدیث میگه لکنه حدیث لا یصح نیم مد حدیث صحیح نیست و 1 ثلث مد که 1 مد 3 سکنی یعنی 75 میلی لیتر 3 سکو با 1 سش و هم صحیح نیست. نصفش هم صحیح نیست اما 2 ثلثش صحیح است. حدیث کام 2 سش. قال الشوكاني میگه ما حدیث انه توضا بنصف مد نصف مد فخرج الطبراني بيقي الحديث ابي امامه وفي اسناد سلط ابن دينار است و هو متروک یعنی ترک شده حدیثش قبول نیست.
ضعيفة. وهذه الروايات تدل على أن المسألة تقريبية، يعني مسألة تقريبية، وأن ليس هناك شيء محدد، يعني چیز نیست که معین باشه. مهم است عدم الاسراف. مهم چی است که اسراف نشه. کوشش کنین هر قدر آب کم مصرف کنین و خوب وضو کنین. این بسیار درجه دار. واقعا با شما لذت همین وضو را میفهمین. نووی میگه واجمع اتفاق کرده علماء على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غیر مقدار. آبی که کفایت میکنه در وضو و غسل اندازه نشده، بل يكفي القليل والكثير. کم و زیاد کفایت میکنه اذا وجد شرط الغسل، شرط ششتن موجود شد و که جریان آب در اعضا بیاد، همین موجود شد. حکم اسراف در آب و وضو چی است؟ حرام. دی علماء اتفاق داره که حرام اسراف، لقولی تعالی ولا تسرفوا، الله می اسراف نکنین، انه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا، بخورین بنوشین ولا تسرفوا اسراف، الله مسرفین دوست نداره. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ذکر صفت الوضوء، می پیامبر گفت که زمان صفت وضو را یاد کرد چی گفت؟ فمن زاد فقط تعدى وعصى وظلمه. کسی از 3 بار وضو اضافه کرد بدون شک تجاوز کرده، و عصا بد کرده و ظلم کرده. 3 فتوا داد. تجاوز، کسی که متجاوز هستی، بدکار هستی، ظالم هستی، یعنی در اسراف کرد. این حدیث صحیح آمد، حتی بسیاری بدعت گفته. یعنی در وضو خب ما گفتیم گناه معاون میشه، این کار کردی گناه رو به خود کسب کردی. وقال صلی الله علیه وسلم پیامبر میفرماید سیکون فی هذه الامه قوم یعتدون فی الطهور والدعاء. این حدیث در این قوم گفت در امت ما قوم میآید، در امت ما که تجاوز میکنن در پاکی و دعا. یکی در دعا تجاوز میکنن، تو دعای چی میکنن که با من ایره بتی خانه 3 منزله نباشه یا الله قبول ندارم، کم نباشه 1 منزله قبول ندارم، موتر اگه میتی ندارم، سوزوکی را نختی یا الله، کرولای 90 2008 اگه میتی بتی نمیتی اجنتی. این نمی تجاوز است. یا زن نداره مجرد در بدر میگرده، یا الله اگه یک زن خوب جوان اینی ساله باشه، 18 باشه، 16 باشه، این زیبایی میتی بتی نمیتی دیگه شکار ندارم. این نمی تجاوز در دو است. و اگه زن است میگم یک بچه که اینی صفت ای صفت باشه خوب نداری دیگه قبول ندارم. زندار خود نمیگیرم، ما خط خود تعهد کردیم. در دعای خود میگه زندار نصیب نکنی یا الله و ما. این دعا تجاوز است. بگو یا الله یک شوهر خوب خانم است، تقوادار، این مهم نیست زن داره نداره، و یک زن خوب با تقوا، دلش مجرده، دلش بیوه هر چی که است. خب این قسم مجرد هم هستین 40 ساله را بگیرین. خب این باسم 40 ساله را گرفته. اگر حال یک جوانه بگی بیا 40 ساله را بگی جنگ میکنه کتیم نی خاطر در بام بالا میشه، ما خود از بالا زیر میپرد. اگر دختر را بگیم بیا اینی مرده بگی 50 ساله یک زن هم داره، او میگه خب ما خود در دریا میپردم. حکم دل که اعضای الوضو، این در طهور تجاوز که اسراف میکنن. دل که اعضای وضو چی است؟ حکمش مستحب. علما میگه مستحب است. حدیث باب است ولأن ذلك من الاسباغ المستحب، از امو اسباغ مستحب. والقول باستحبابی و قول جمهور اکثریت علما میره میگه، مثلا احناف اینا دیگه، شافعی، مالکی. کسی با وجوبش گفته که واجب است که دلق مالیده شود. خوب میگه بله. بعض علما با وجوبش گفته فرض است، اگر کسی خوب دست نمالید میگه هیچ وضوش نمیشه، کم کم آب همین تو کرد نمیشه. قول مالکی استدلال کردن به حدیث باب نه که پیامبر میمالی، و قیاس با تیمم کردن، زیرا تیمم که است شرط شده امرار ید فکدان. یعنی در تیمم اگه همین تو دست خوب چی نکنی نمیشه، نه دیگه هم همین تو. دلایل از این که بعدم وجوبش دلالت میکنه او کدام است؟ حدیث عمران ابن حسین است. حدیث دیست که حدیث صحیح بخاری نقل کرده. صلی النبی صلی الله علیه و سلم بالناس، به مردم پیامبر نماز داد. فلما انفتل، هر وقت که مردم انفتل مثل نماز جدا شد، اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، دید که یک نفر دور ششته به امرای قوم نماز نخوانده، امرای مردم. قال پیامبر گفت ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم، چی چیز تو را مانع شد که به امرای مردم در جماعت نامدی؟ چرا؟ قال گفت امی مرد گفت اصابتنی جنابه ولا ما، جنابت به من رسید آب نبود. قال پیامبر گفت علیک بالصعید، با بالای تو خاک پاک کفایت میکرد، فإنه یکفیک کفایت، چرا تیمم نکنی؟ ثم قال بعد گفت بعد ان حضر الماء، بعد از اینکه آب آمد
شوف اذهب فافرغه عليه، برو ایرا برات بریزان، فافرغه بریزان، یعنی نگفت که بمال، یعنی ایرا در وجودت، یه تو پرت آب در وجودت، یه تو نگفت که بمال کل بدن تا بمال. خب از این فهمیده میشه که یعنی کسی در یک نار نه در سردی ها نار سرد آب گرم هم خدا پرت و پس استاد شاه غسلش میشه، یعنی مالیدن شرط نیست دیگه، همین داخل شو پس خدا بکش پاک شدی. یکم تا که هست نه دایی آبای یخاب میاره خدا میپرته ای که میمالا و میمال خدا به مرگ میرسانه. فالرسول صلی الله علیه وسلم لم یطلب منه الا افراغ الماء لجسدی، پیامبر ازی طلب نکرد مگر ریختاندن آب در جسد، کل آب پرت و خلاص. ولو كان الدلك لازما لاخبر النبی، اگر دلک لازمی میگفت که بمالی بدن تا کل جایش آب، میگفت آب که انداختی صحیح. و حدیث عایشه چقدر اسلام آسان است. فی صفت غسل النبی، در صفت غسل پیامبر می ثم غسل سایر جسد خود شش، یعنی نگفته که مالی ده. و حدیث ام سلمه قالت قلت یا رسول الله اینی امرأة اشد ظفر رأسی افانقذه لغسل جنابتی قال انما یکفیک ان تحثی. ام سلمه خانم پیامبر است و جمله یک خانمای بسیار هوشیار و بسیار فهمیده حدیث نقل کرده. بعد از عایشه رضی الله عنها این بیوه بود که را گرفت، مثلا 6 اولاد داشت، پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج کرد. این گفت این امرأة من یک زنی هستم اشد ظفر رأسی، امی موی زلفای راس خدا بسته میکنم در پشت. افانقذه لغسل جنابتی، وقتی که جنوب میشم آیا ای را غسل کنم، یعنی امی بافتش غسل کنم و آب در بخش موی برسانم. قال پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که نه انما یکفیک، یقینا بر تو کفایت میکنه ان تحسی علی راسک ثلاث، می بسرت سه چیز آب پرت، سه مشت آب پرتو همین کفایت. ثم تفیدین علیک الماء، بعد از او در بدنت پرتو فتطهرین پاک میشه، یعنی آب پرتو سه دانه را در میسر انداختی بعد اینطوره که با مال و چیکو رواه مسلم. پس این دلیل است که لعن الدلک یعنی مالیدن واجب فرض نیست، مستحب است، سنت است. و الا لما طهرت بمجرد، اگر نه نمش پاک نمیشد که آب پرته، نه بمجرد افاضت آب ایلاکو. ولأن الله امر بغسل اعضاء الوضوء، الله امر کرده به شستن اعضای وضوء، ولم يتعرض للدلك، الله نگفته که بمال. و کان الاحادیث التي بینت فروض الوضوء، و حدیثی که می فرض های وضوء را بیان کرده لم تتعرض للدلك، دلک مالیدن بیان نکرده. فدل على عدم اشتراطی و سعت الوضوء بدونی، این دلالت میکنه که شرط نیست و وضوء بدون دلک و مالیدن چی میشه؟ صحیح میشه. دیگه دلیلی است که ان الله امر بتطهیر هذه الاعضاء بالغسل، والغسل اسم لامرار الماء على موضع من غیر دلک، میگه الله امر کرده و پاک کردن این اعضا به شستن، غسل میگه تیر کردن آب، میگه انداختن آب به مکان بدون از اینکه بمالی. قال النووي رحمه الله میگه مذهبنا ان دلک الاعضاء فی الغسل، مالیدن اعضا در شستن، و فی الوضوء سنت، این سنت لیس بواجب، واجب نیست، فرض نیست، یعنی اگه کسی دلک نکرد وضوش میشه. فلو افاض الماء علیه، اگه آب بریزانه به بالغ فوصل به، آب به برسد، ولم یمسه بیدی، بعد دستای خود می دست نزن آب پرت، او انغمس فی ماء، یا آب زیاد می توکد 3 دفعه ها یا 1 دفعه، یا می خود انداخت، آب نر بود یا غوض بود می خود انداخت چاب پس خود کشید، بس همین کفایت میکنه. او وقف تحت میزاب، تحت میزاب ناوره میگه، ناوی نمی بام استاد شد، آب آمد ترش کرد، نه در فرق شفتید کل بدنش بس. او تحت المطر ناویان، یا در زیر باران استاد شد، نیت از زیر داشت که چی شود؟ پاک شود. میشه اگم جای کسی نیست لباسای خدا میکشه یا تنها یک زیر تنبانی را میمونه استاد میشه. فوصل شعره، و ای آب باران هم در موش رسید و بشره و در پوستش هم رسید، اجزا کفایت میکنه. وضوء او هم به وضوش کفایت میکنه و هم به غسل شستنش. و به قال العلماء کافتا، به این گپ میگه تمام علما می فتوا را داده الا مالکا، مگر امام مالک میگه تا که نمالی نمیشه. و المزنی، امام مزنی از مذهب شافعی، انما شرطاه، یا شرط کردن فی صحت الغسل والوضوء، در صحیح شدن غسل یعنی غسل بدن کلش و وضوء، در 2 شرط است باید بمالی.
خب دلایل از اینا چیست؟ میگه واحتج اصحابنا بقول سملی ابی ذر رضی فاذا وجدت الماء فمسی جلدك ولم يأمروا بزیاده. خب اصحاب ما یعنی حنابلة چی میگن؟ مذهب حنبلی هم میگه دلک واجب نیست. دلیل از اینا چیست؟ میگه پیامبر میگه گفت که یک دلایل دیگه، میگه ابی ذر گفت که و اذا وجدت الماء او جنوب بود، وقتی که آب پیدا کردی فمس جلدک، او را مسک و برسان در پوستت برسان، ولم یأمره بزیاده، امرش نکرد که بمال، فقط آب در پوستت برسان. و حدیث صحیح ولو نظائر کثیر من الحدیث، این حدیث صحیح بسیار مثالای دیگه هم داره. وقال رحمه الله إمام فرمات إمام نووي واتفق الجمهور، جمهور علماء اتفاق کرد على أنه يكفي في غسل الأعضاء یا غسل الأعضاء في الوضوء، در شستن اعضاء در وضوء و غسل جریان الماء الاعضاء، شستن جریان آب در اعضاء، ولا يشترط دلق مالیدن می شرط نیست. وانفرد مالک و المزنی، تنها میگه امام مالک مزنی گپ گفته، گپشون میگه اعتبار داده نمیشه چونکی شافعی. وقال ابن قدامه رحمه الله میگه ولا يجب عليه امرار يدي على جسدي في غسل والوضوء، میگه واجب نیست تیر کردن دستش در جسدش در غسل وضو، یعنی در جسد تیر نه، همین آب که انداخت کفایت میگه، اینطوری که بو مالایی طرفو ما شما باز کسایی که چی میکنن نه مذهبی هم هستن نه دستش نمیرسه بخی تو میمالا، یک تا دیگه میگه بیا میره یک دست دی شکی شدیم من. حنفی هم هستی بازه قسختی رو در سرت نبیار، حنفی میگه آب انداختی خلاص. و اذا تيقن او غلب على ظنه وصول الماء، وقتی که یقین کرد میگه در گمانش آمد که آب رسید به تمام جسدش رسید بس. و هذا قول الحسن، ای قول امام حسن بصری، امام نخعی، شعبی، حماد استاد امام ابو حنیفه، ثوری، اوزاعی، ثوری هم محدث چی است مجتهد است، امام است، امام اوزاعی امام اهل شام، امام شافعی، اسحاق اصحاب الرأی یعنی ابو حنیفه، امام محمد، ابو یوسف، اینا کلش. وقال مالک، مالک میگه امرار یدی الی حیث تنال ید واجب، رساندن دست هر جایی که آب میرسه واجبه، دست در اوجه برسه. خیلی پشت چطور کنیم میگه سخت شدنی، خصوصا کسای چاق باش، اون میگه دست در هر جایی برسم، این سخت شد. خواهی بعد میگه چقدر توان داره، ای تو نمیگه که حال دیگه بیا این نفر کرایی بگی، میگه چقدر که در توانت هست امو او که نمیرسه و خونه توان فتقوا الله ما استطاعوا، ولی تا که میرسه دست برسان مساره بمال که آب تیر شود. خب وقال ابن تیمیه، ایگه بخش خلاص میکنیم خلاص میشه، خب ایگه آخر میشه. ابن تیمیه میگه و اما دلک البدن فی الغسل یا غسل، مالیدن بدن در غسل، و دلک اعضای الوضوء، اعضای وضوء در وضوء، فیجب میگه واجب است. اذا لم یعلم وصول الطهور الى محل بدونی، وقتی که نفهمه که آب در محلش بدونش نمیشه، میگه اگه فهمیدی که آب در اوجه نمیرسه بدون اون کارا بکن، اینطور میگه یکیش خب شاید سایه مثلا تابستان باشه، آب که میپرتی خوب بدن نرم است و آبم چی است میشه، دمی سردی خو نمیشه نه، دمی صورت این میگه بمال دیگه واجب است، میگه بمالی در سردی، این خوب یک فیصله کرده. ها به می خاطری شیخ الاسلام میگن، ها بسیار یک فیصله خوب کرده، کسی قبول نمیکنه بلا در پسش، ولی بسیار عالم کلانه، این کتاباش که بخوانی میفهمینی. میگه تسمعوا بالمعیدی خیر من تراو ستعرف قدره ان فتح فاو، قدرش وقتی میفهمی که دهن خدا باز. علم ازیره که بخوانی کتاباش ماشاءالله بهره تماما احادیث تماما، ولی با وجود در کدام جای که اشتباه کنه ما نظرش رد میکنیم قبول نمیکنیم، ما امام ما این نیست، ولی بسیار یک آدمی است عالمی است که بسیار عالم فهمیده و کلانه، بسیار دلایل میاره بر ما. اسلام یعنی به حساب دلایل آسان کرده، خوب آسان کرده که خوب دلایل جمع میکنه و جمع میکنه، خاطر که 4 مذهب بیان میکنه، حتی 5 مذهب بیان میکنه. ابن تیمیه میگه که دلک بدن در غسل و دلک اعضای وضو در وضو مالیدن، فیجب واجب است، فرض است، اذا لم یعلم وقتی که آدم نفهمه وصول الطهور رساندن یعنی آب را الی محلی در محلش بدونی، یعنی بدونی از این نمیفهمه که آب رسیده یا نرسیده، آب میپرته نمیفهمه رسید، با میجا بماله که یقینی میشه که اینجام رسید، یعنی مالیدم اینجام رسید اینجام رسید، این را میفهمه. ها اگر فهمید که آب انداخت که رسیده بس دیگه، آب زیاد کمی باشه انسان میفهمه، با دلک ضروری نه. مثلا مثل باطن شعول الکثیفه، اونم موهایی که انبوه هست نه باطنی هستی، اگه آب پرتی خود نمیفهمی، این را میگه بمالی که معلوم شد.
و این وصل الطهور بدون اگر میگه طهور رسید بدونش پس مستحب است که بمالی، واجب نیست. در شرح عمده میگه رأی تو، نظر تو چیز به قول کسی که می وجوب میگه قیاس به تیمم. تو چی میگی؟ کسی که میگه قیاس به تیمم کرد. ابن قدامه میگه ما قیاسش به تیمم بعیده. راستی که امام مالک رحمه الله به تیمم قیاس کرده بعیده، دوره. چون تیمم الله امر کرده در این مسح و امسحو، او خو با او قیاس اینه. این دلیل امام مالک رحمه الله ضعیفه. والمس لا يكون الا بدل يدي، مس نمیشه تا که دست نمالی کی میشه. و یتعذر فی الغالب امرار التراب الی، می در اکثر اوقات خاک تیر کردن در دست و روی بدون همین مس نمیشه خاک چیز کن الا باليد. متى يكون الدلك واجب؟ در کدام صورت دلک واجب است؟ میگه اذا کان اتمام الوضوء يتوقف على الدلك آین. وقتی دلک واجب میشه کل علما میگه که وضو بدون دلک ناممکن. همین سردی همی تو سگه همی تو پرتی هیچ میبینی خشک، بعضی ها بدنش خشک است که میلا میتی هیچ همی تو پس ای تو کنی خشک میشه. در این صورت میگه باز بمالی. میفهمی که آب انداختم هیچ معلوم نشد که میتر شد. که یکون ما قلیل، مثلا آب کم باشه، یک صورتش آب کم بمال. از آب کم میتونه انسان میتونه تر کنه و بماله همین میشه بماله بسیار با آب کم. فانا یجب امرار الیده، فرض است می تیر کردن دست، هر عضو بدن دست تیر کنی. من باب ما لا یتم الواجب الا به فواجب، از این بابی که واجب تمام نمیشه مگر توسط از واجب است. یعنی واجب ششتن از این نمیشه مگر بدل این کار آب کم باشه یا زمستان باشه، آب سرد باشه، آب گرم میشه. دمی با گرمی که بدنم نرم می باشه، نه در سردی بدنم سخت است و آبم سرد است، اون کم هم باشه این بیخی مشکلات است. میره دست دیگه این بود احادیث در این بخش. وقت ما شما پوره شد، انشاءالله در حدیث 42 رسیدیم. بسیار احادیث خواندیم. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. و صلی الله علی نبیه محمد و علی آله و صحبه.